دلت که گرفت، روانت که به هم ریخت، پناه ببر به خدا، پناه ببر به خودت، به کتاب. اما بر نگرد با آدم هایی که پیش از این هم بارها تو رو شکستند. اجازه نده از حال بدی که داری برات طناب ببافن و تو رو به دل مردگی های مداوم گره بزنند، که خوب نشی، که تسکین پیدا نکنی، که این باور غلط رو به تو تلقین کنن که مشکل تو حل نشدنیه. دلت که گرفت، تا جای ممکن با کسی حرف نزن. فکر کن به دلیل حال بدی که داری، مشکلت رو از ریشه حل کن و قوی باش. از دل شکستگی و دل گرفتگی هات با آدم ها صحبت نکن که ناامیدت میکنند از بهبود، ناامیدت میکنند از خودت. پناه نبر با آدم ها. تو برای حال خوبت به هیچ کس نیاز نداری.